استاد از شاگردان خود پرسید: به نظر شما چه چیز انسان را زیبا می کند؟ یکی گفت چشمان درشت، دومین گفت قد بلند و دیگری گفت پوست شفاف و سفید. در این هنگام استاد 2 پیاله از سمکش بیرون برآورد. یکی از پیاله ها بسیار گرانبها و زیبا بود و دیگرش سفالی و ساده. سپس در هر 2 پیاله ها چیزی ریخت و رو به شاگردان کرد و گفت: در پیاله رنگین و زیبا زهر ریختم و در پیاله سفالی آب گوارا. شما کدامش را انتخاب میکنید؟ همگی با هم گفتند پیاله سفالی را. استاد گفت: میبینید، زمانی که حقیقت درون پیاله ها را شناختید، ظاهرش برایتان بی اهمیت شد. حیف که درون انسان ها دیر آشکار می شود.